سلام دوستای عزیز، شارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و بسیار خوشحال هستم از اینکه این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد شناخت یا معرفی تات کافی است. دوستای عزیز، امروز ما به توان خودم که ما یک شاگرد هستم، به توان خودم میخوایم که تات کافی را معرفی کنم. دوستای عزیز، همونطوری که کلی ما میفهمیم در موسیقی هندی، کلاسیک هندی البته 10 تا تات وجود داره. تات چی است اصلا؟ تات مخصوص هندوستان است. تات و راگ. موسیقیدانای مخصوص هندوستان یک جای شده از امی 7 تا نوت موسیقی که بعضی‌هاش به قسمت تقسیم شده که در مجموع 12 تا نوت شده. از اینمی 12 تا نوت اینا آمدن بعضی از نوت ها را یک ست تشکیل دادن و او رو به نام تات خواندن. یعنی از امی در مجموع 10 تا تات جور کردن. تات چیه؟ ست از نوت ها هست که انتخاب شده کدام نوت ها شامل اینمی ست مثلا باشه که اونمو رو به نام تات یاد میکنن و از ست نوت ها که به نام تات یاد میشه باز راگ ها به وجود آمده. در حقیقت از خود تات آهنگ جور نمیشه. از راگ هایی که مخصوص یک تات است آهنگ جور میشه که تات منیس یک مادر است که از او از یک تات میتونه هزارها تا راگ جور شود. و یعنی راگ چی است؟ راگ ملودی است که از یک ستی از نوت ها که به نام تات یاد میشه باز هزارها تا ملودی جور شده که اونا به نام راگ یاد میشن. دوستای عزیز، در تات کافی گ و نیش کمل هستن و یا فلت هستن، دیگرایش شد هستن. دوستای عزیز، تات کافی برای ما حال و هوای بهار میده. دوستای عزیز، ما در ویدیوهای آینده دو راگی که مربوط از امی تات میشه او را همچنان مورد بررسی قرار میدیم و آهنگ هایی که مربوط از امی تات و یا مربوط راگ های از امی تات است اینا را باز ما همچنان در خدمت شما یک جای میبینیم و تشریح میدیم. دوستای عزیز، ویدیوی بعدی ما در مورد راگ کافی میباشه و ما میخوایم از شما بسیار دوستانه تقاضا کنیم که لطفاً همراه ما یک جایی که ما کلی ما شاگرد هستیم میریم و آهنگا را میپالیم و میبینیم که کدام آهنگ کوشش میکنیم که پیدا کنیم که در راگ کافی جور شده. اگر شما آهنگا را پیدا کنین لطفاً برام پستش کنین که ما باز در ویدیو آینده در موردشان صحبت کنم و در ویدیوهای آینده بعدی همچنان ما در موردشان ویدیو تهیه کنم. میریم یک جای. دوستای عزیز، ما کردایی که مربوط تات کافی هستن، یعنی امیسکیل تات کافی هستن، ایره یک جای میبینیم. دوستای عزیز، تات و اسکیل که در موسیقی اروپایی میگن، اسکیل هم چی است؟ اسکیل هم یک ستی از نوت ها هست که اونا یک جای شدن و یک جای را جور کردن و به نامش اسکیل ماندن که اسکیل های متفاوت مثل امی تات هم اسکیل هم متفاوت وجود داره و فرق بینشان ای است. فرق بین اسکیل و تات ای است که در اسکیل از اسکیل ملودی جور میشه، یعنی آهنگ جور میشه، ولی در تات از تات آهنگ جور نمیشه بلکه از راگ هایی که مربوط تات هستن از اونا آهنگ جور میشه. و در ویدیوهای آینده وقتی که ما یک آهنگ میبینیم که از نوت های یک راگ جور شده، مثلا راگ کافی، از نوت وقتی که ما از یک آهنگ میبینیم که از نوت‌های راگ کافی جور شده، ما نباید که فیصله کنیم که یعنی تصمیم ما به این شوه و ما دیگه بهی مطمئن شیم که اینمی آهنگ در راگ کافی جور شده. باز ما در صورت وقتی که یک آهنگ تنها نوت‌های
یک راگ در استفاده شده بود و دیگه خواصش از او راگ نبود، اصلا او راگ نبود، از او راگ جور نشده بود، فقط نوت های اسکیل امو راگ مثلا جور شده بود. من باز او را به شکل دیگه یاد میکنم. من میگم که مثلا ای آهنگ از سکیل راگ کافی مثلا جور شده. یعنی من دیگه تکرار نمیکنم که امی جمله‌ای که پیشتر گفتم در هر ویدیو تکرار کنم، چونی بسیار خسته کن است. اگر که یک آهنگ از تنها نوت های یک راگ جور میشده باشه، من در اون صورت میگم که از اسکیل امو راگ، نمیگم از خود راگ، میگم از اسکیل ای آهنگ در اسکیل مثلا راگ کافی جور شده. و فرق بین اسکیل و تات ای است که گفتم که در تات از تات آهنگ جور نمیشه، از تات ملودی های جور میشه که به نام راگ یاد میشن، ولی از اسکیل که مربوط موسیقی اروپایی است ملودی جور میشه و آهنگ جور میشه که باز وقتی که ما تشریح میشه امی آهنگ، باز او صورت مثلا میگم که ای آهنگ در اسکیل تات، در اسکیل راگ کافی مثلا جور شده. امیدوار هستم که ما تانسته باشم که مقصد من بر شما واضح ساخته باشم. دوستای عزیز، ما بازم بر شما میگم که ما یک شاگرد هستم، استاد موسیقی نیستم، نوازنده هارمونیوم نیستم، فقط به توان شاگردی خود میخوایم که در خدمت شما دوستای عزیز باشم. دوستای عزیز، یک دفعه ما نوت های تات کافی یک جای میبینیم. اگر ما از سی بخوانیم، سا ری گا ما پا دا نی سا. خب حالا ما آکورداش میبینیم. سی ماینر کورد، کورد اولش، کورد دومش دی ماینر کورد، کورد سومش دی شارپ میجر کورد، دی شارپ میجر کورد. F major chord, G minor chord, A diminished chord, A sharp major chord, دوستای عزیز، بسیار تشکر از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودین و ما را سپورت کردین. این بود ویدیو امروز ما. تا ویدیوی دیگه شما دوستای بسیار نازنینه به خدا میسپارم. بدرود.